حاج رحیم ساره میگه آقا مهدی باکری از شناسایی اومد 3-4 روز تو خاک دشمن بود، اومد دیدم لبا خوش گرد و خاک ضعیف افتاد تو سنگر، یه کمپوت با کردم گذاشتم جلوش. میگه رو کرد به من گفت امروز سهمیه بچه‌ها کمپوت بوده یا نبوده؟ میگه صدامو بردم براش بالا. یعنی چی بوده یا نبوده آقا مهدی؟ مگه اونا مثل تو 3 روز 4 روز تو خاک دشمن شناسایی رفتن؟ گفت ببین رحیم شلوغش نکن، امروز سهمیه کمپوت برای بچه‌ها بوده یا نبوده؟ گفتم نبوده. گفت اینو بردا پارچه آب یخ رو بردا بیار. الان شما این حرفو برید جایی توی مملکت ما بزنید بهت میخندن، ولی کسی که همه زندگیش خودش رو در محضر ولی خدا میبینه و دوست داره نزدیک بشه به امام زمانش، فرمانده هستم که باشم، نباید سهمیم بیشتر از بقیه باشه.